سلام هستم، خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال یوتیوب ما. خب سلام، امروز اومدیم با بازی ماینکرافت سوروایول. میخوایم سری سوروایول شروع کنیم داخلش پیش بریم و خیلی مشتی سری رو ادامه بدیم. مثلا فعلا در منوی بازی هستیم. سوروایول هارد، نه شوخی کردم، نورمال. بذار نورمالش میریم دیگه. یا علی دوستان، این اولین ویدیوی کانال یوتیوب ماست. امیدوارم دوست داشته باشین از سبک کارهای منو. به هر حال سبک کارهای من امیدوارم خوشتون بیاد از سبک کارهای من. ما اینجا هر روز یه ویدیو میذاریم، میایم نه حالا بدون شوخی، ما هر روز اینجا یه ویدیو میذاریم داخل کانال یوتیوبمون. ما قبلا تو آپارات کار میکردیم، الان آپارات رو زدیم اومدیم یوتیوب. انتقالی گرفتیم، الان فعلا یوتیوب کار میکنیم. به امید اینکه بریم بالا. خب بس کن، حالا یه چیز کامل از خودم براتون میگم ان شاءالله در آینده های جلوتر که اسم کارم که روشه. من پارسام دیگه، اوکی. سنم و فلان و چرا یوتیوب شروع کردم و فلان اینا همه شو مختصر میکنم. چون اینستاگرام هم بشین، ما اینجا کار اینستاگرام داریم. جون اینستاگرام بشه حتما که اونجا اگه خبری باشه ویدیو نباشه تو اون روزو همه اینا رو براتون اعلام میکنم. خب صبح شد چرا بالا نمیاد؟ لطفا صبح شد یا علی. دوستان 50% داده الان، خوب به سرعتش رفت بالاتر الان. بیا دیگه، بیا برو سلطان، بودو سری بودو. 2 دقیقه از فایسترین بیاد بالا. بیا بذار کلیک کنم شاید سریعتر بیا بالا. 100%. بریم چه خبره. خب وارد بازیمون میشیم همکنون. وای کجا اسپانمون کرد؟ یا اول فاز ما چقدر بریم دنبال جای جدید داشتیم. مثلا از این بایوم متنفرم. تنفر شدید من به این بایوم های برفی دارم. اصلا کلا بایوم برفی بدم میاد. خیلی بایوم چرت و پرت که حالا بعضی شاید دوست داشته باشم، حالا نمیگم چرت و پرت، ولی بایوم جذابی برای من نیست که بخواد به من بخوره. نه من اصلا دوست ندارم بایوم برفی. نه حالا فارست باشه بهتره دیگه واقعا. چیه واقعا؟ نه چوبش قشنگه واقعا. حالا جدا از این الان بخاطر اینکه بلوگا میانو میرم، بخاطر اینکه تازه وارد بازی شدیم، بخاطر اینه که پارک اولیم، بخاطر اینکه پارت اولیم، بخاطر اینه که شما لایک نکردین، کامنت نگذاشتین، گفتم دیگه لایک کنین، حتما کامنت بذارین، چون زنگوله بزنین، فالو کنین، همه این کارا رو بکنین دیگه. خودتون میدونم چیکار کنین. حالا بدون شوخی لایک کنید، از ما حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارین، فالو سابسکرایب کنید. از بس تو آپارات گفتم فالو، اینجا میگم فالو، سابسکرایب کنید، زنگولمون رو بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم خبردار بشین. خب بریم. داشتم میگفتم 6 تا فعلا 6 تا چوب کرافتینگ تیبل 6 تا زیاد غلط کردی. ببر پایین 5 تا اینجا 5 جمع میشه 4 تا. خب دیگه با بشه 6 تا دیگه. آره یکیش میره برای کرافتینگ تیبل دیگه، اشتباه شد. آره دیگه 20 درست. بریم دنبال سنگ و قار. دوستان میتونیم از اینجا خیلی آیرون بکشیم بالا، بکشیم بیرون ها. نظرتون چیه؟ نظر مثبتتون چیه؟ بیایم بریم یه 4-5 تا آیرون از اینجا بکشیم بیرون. من یه 4 تا سنگ بکنم، بیا بریم پایین و بعد اینا بریم دیگه. بعد 400 بیام بالا. من آیرون داره، ولی آیرون در آوردن برای من خیلی کار آسونه. میرم فارم آیرون میسازم. الان یه ویلیج پیدا کنم فارم آیرون میسازم. خب
به این گوشش نیفتیم، با این غلط کردم. بیا اینجوری پلکانی هم لازم نیست. رسیدیم به چیز، به سنگ. خوب بگیر سنگو. تمام. گرفتیم. بردار. تقریبا 32 تا، تقریبا نیم استک، یک استک جون پیککسه نمیکشه اصلا. هیچ پیش میره کامل میشکنه، اصلا نمیرسه بهش. 32 تا میکنیم میزنیم بیرون از این قاره. اصلا الان احساس پایه بودن ندارم بخوایم چیز کنیم. چرا یه دونه چیز شد بلشون. اصلا احساس پایه بودن ندارم بخوایم بریم چی بکنیم، آیرون ماین کنیم. فعلا حالش نیست. بردار. 31 40 تاش کنیم، روندش کنیم. ما اینجا روندش میکنیم، بعد میریم یه دونه از اینجا بکن اول بشه عدد زوج. مثلا اینقدر رو مخم عدد فرد، مثلا اگه 5 باشه خوبه، 5 اوکیه. 7 حقیقتا زیاد با عدد فرد حال نمیکنم. بیا بریم اون پر. من این آیرون خیلی دوست چشم، هم نزدیکه هم بریم بکنیمش. 4 تا. خب اینا رو بذار بالا. یه پیککس، یه دونه برای هو، یه دونه برای بیل. اینجا میزنی میسازه. تبر یادم، شمشیر یادم رفت. فولی. خب بچین همه رو و تماشای هو رو من معمولا میسازم. رسیدیم اونجا شاید چیز پیدا کردیم. حالا رفتیم ویلیج چیز پیدا کردیم از این گندم. اسمش الان دقیقا یادم نیست چیان اسمش دقیقا یادم نیست. حالا برسیم به این آیرون. فعلا لگه، حالا لگش از بین میره. یه 10 دقیقه بازی کن. دقیقا رسیدیم به این آهنه. به به چه قاری هاشی، پربرکت قالش هاشی. بزنیم داخل فول آیرون اومدیم بیرون. ولی نه، ولی خوب نه بزن بیرون نمیخواد فعلا. فعلا بریم دنبال ویلیج آجی. فقط ویلیج، جای دیگه به دردم نمیخوره. ویلیج، بریم دنبال ویلیج. خب نام اینجا یخ زد آبش، ولی اینجا آبه. مثلا منطقیه، خیلی منطقیه. یا ابوالفضل جیم تو چش کار میکنه همش برفه. بش یه قایق بساز بریم. واقعا زشتش هم یه آیرون داد دست ما. ول کن دیگه، ول کن. دنبال دوستان از همکنون کاشفان یا ابوالفضل بشن رد شدنمون درد سره. او کشتی خوبه، میتونیم یه نقشه گنج ازش در بیاریم. بریم ببینیم. بریم داخلش یه نگاه ریز بندازیم. از اون فقط خارجی میشه. خرس قطبی هم هست اینجا، خطرناکه. امکان مرگمون خیلی بالاست. من از این بایام خوشم نمیاد، خطرناک هم هست. اسکلتون های برفی میان بدبختمون میکنم. از ماباش که ترسی ندارم، من خودم مابم. من خودم که از مابهای ناشناخته ماینکرافت. اوه هجی تی ان تی. گلدن کروت کامپاودر از این سوپا. پروژکتال پروتکشن برد خوبه. این بر چه خبره؟ خب اگه این الان طبقه پایین باشه، ما اینجا باید یه اتاق داشته باشیم. یه اتاق داشته باشیم. اگه اینجوری باشه این ور اتاق درسته فکر کنم. طبق دونسته های من اینجا باید اتاق باشه. آره به نوکرم.
یعنی چی؟ فقط در داره اتاقش؟ واقعا؟ فقط در داره اتاقش؟ واقعا فقط در داره. شیطاجی بزن بیرون. بزن بیرون. شب شد. گوسفند هم اصلا پیدا نکردیم برای شب و تخت خواب و این داستانا. بعد بریم. یه دونه پیراهن تونستیم از اینجا بزنیم بیرون. بزن بیرون یا علی. برو بزنیم این ور راه بازه. خب یا اول خب باید ما از اینجا یخار باید نه لازم به شکافتن نیست. بزن این بیرون. بزن. خب قرار بود کنون بریم از این ور بریم که با این خرسای قطبی بچه دار برخورد نکنیم. بینا برخورد کنیم که هیچ غلطی نمیتونم بکنم، ولی ما دنبال اینیم که برخورد نکنیم. خب حقیقتا نیم ساعت ما اینجا وایسادیم دنبالیست. اما باید یه راه فرار از اینجا پیدا کنم. خب پیدا شد. به همین سمت به افق خیره میشیم میریم. حالا معلوم نیست افق کدوم طرف، ما افق رو این طرف میگیریم میریم. بعد از این کوه یخ تایتانیک بخوریم توش کشتی نصف بریم غرق شیم. حالا رو استفاده کردم تو این یک ویدیوی اول. چرا سوتی میدم باجی. تو این ویدیوی اول کنم چرا حالا گفتم سوتی دادم. به سمت افق میریم دیگه. بریم پایین. اگه از اینا هست پورتاله. خب شما این کوهستان یخو میبینی؟ دیگه نمیبینی. خب دوستان من بالاخره رسیدم به یه جایی، به یه خشکی که به این عنکبوت ما نیاز داریم. بذار بکشمش، چون ما اینجا با فارم کلا میلیاردر میشیم. از فارم ما بالا میریم. خب چون تار عنکبوت نداد، یه استرینگ نداد، نخ نداد، بدبخت شدیم. نخ نداد، بدبخت شدیم. باید بگردیم دنبال استرینگ. سلام قربان. بس شما کاری من نشوش، منم کاری به شما نرم. خداحافظ. هرکی یا اول فصل کریپر چی میگه؟ با من هزاران بار فارم اینو ساختم، ترسی من از این ندارم. فقط فعلا حال و حوصله ترکینا ندارم، چون ریسپان پوینت نظرم سیت ریسپان پوینت ست ندارم. خوزنیم نورمال ها. اگه مثلا میذارم هارد الان یه جا میوردتم ویدیو نیست. باب یه بمیر دیگه. خیلی لگ شد، خیلی لگه. نمیدونم چرا. دقیقا هدفی که از این دلیلی نمیدونم که چقدر لگ باشه. لگ خیلی چیز جدیدیه واقعا برای من. هیچ وقت حالا اینجوری لگ نداشتم. مثلا بودم مثلا 2 دقیقه اول بازی بلاک 2 بار کندشن و اینا، ولی دیگه عمرن آجی دیگه هیچ وقت شما لگ نوره یا شوگرشینه. خوش فکر کردم نوره. گفتم رسیدیم به ویدیوش. من تو اولین ویدیوی کانالم اذیت نکنید. خب بریم اون براجی. فعلا به سوی ویلیج. راستی گفتم دیگه اون کوهستان برف رو نمیبینیم، کوهستان یخ رو نمیبینیم. دیدین دیگه نمیبینین. حاجی کلو حاجی یس حاجی گاز ورما. حاجی گاز بده. گاز ورما حاجی یه لحظه فکرم رسیدیم به دارک فارست. اون بر تاریخ بودش. فکرم رسیدیم به دارک فارست. درختاشو دیدم. چرا کدو بردار جی. مشکل دوبار کنده شدن بلاکو تموم شد. احتمالا نمیز رسیپی وا کنه. رسیپی وا میکرده.
ما کدو میکندیم رسپی وا میکرد. عجیبه، واقعا عجیبه. حالا واقعا رسپی وا میکردم میشه برای کدو رسپی وا میکنی که میشه باش چی ساخت. کیک کدو پامکین کیک پامکین میشه ساخت. اصلا چرا انگلیسی فارسی میگم؟ این گوسفند خلاص دیگه نیست. این گوسفند بود دیگه نیست. خب یه گوسفند دیگه تا خواب. مرسی خدای مرسی یا علی، غذامونم درست شد. نکن الان 2 رنگ میده درسته، یکی دیگه هم باید بکنیم. مگه من قرمز کردم رسپی صورتی برام باز شد که دقت کردم که میشه رنگ کرد میشه تغییر رنگ داد. خوب آجی رنگ میشه. من فکرم قهوه‌ای الان رنگ نمیشه، یعنی اسکولا بعد نیم ساعت بگرد به یه گوسفند سفید دیگه. یه دونه الان چیز کم داریم، چوب کم داریم. داشتم آجی پلنگ، داشتم پلنگ الکی اینا رو چیز کردم. بزن بابا، چقدر لگی بازی در میاری تو. خب بلند شیم بخواب. 4 تا اچیومنت گرفتیم، ادوانسمنت گرفتیم. اچیومنت چی بود؟ ادوانسمنت داریم، رسپی داریم، اچیومنت داریم. اچیومنت چی بود الله؟ اطلاعی ندارم. سلطان بلند میشی؟ بلند شو سلطان عزیزم، عشقم بلند شو. صبح شد یا علی. خب دوستان امیدوارم زیادی خوشت اومده باشه. امیدوارم برای این پارت کافیه دیگه، برای اولین ویدیوی کانال این پارت دیگه کافیه واقعا. که هر چی لگ خوردیم بسمونه دیگه. ان شاء الله پارت بعدی براتون جبران میکنم، میریم 30 دقیقه ویدیوشو پیدا میکنم فارم نترهایت میسازم. خب امیدوارم زیادی خوشت اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله و همه چیز فراموش نشید، چون اینستاگراممون بشین. دیگه حرفی نیست تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدافظ.